سکه خورد و به خود گفتا که آه این ملک باشد و یا مأمور راه. گفت من هستم عراکی ای ملک، نیستم اهل تقلب یا کلک. چند روزی پیش از این ای نیشنام، کهنه پیکانی خریدستم. فقط از خدا سپاس دارم که نه اندوخته پدری داشتم نه سرمایه، که من اولش به خاطر احتیاج در 17 سالگی شدم. بعد محبت الهی عشق این کار بود. تو عکاس این شهر داشته اون موقع، یکی میرزا تایخان بود خدا بیامرزش، بله، یکی احمد دانشمند بود، اون مثل خودم بود، بله، سواد نداشت اما دانشمند بود. در واقع شما آقای بناتی جز اولین روانپزشکای عراق هستید، نداشتیم قبل از انقلاب روانپزشک در یعنی اصلا اون زمانم خنده بر آن سینه پرسوز کرد، باند بر آن شمع شب افروز کرد، کآتش دل شعله به جانت فکند، سوز درون بگسلدت بند بند. برای اینکه هر کس سخت بگیره بهش سخت میگذاره. زندگی رو هر چه سخت بگیری سخت‌تر میگذاره، هر چه راحت بگیری راحت‌تر میگذاره. پس اینایی که سختی نمی‌کنن به خودشون ستم میکنن. وقتی که متفقین ایران را در 1320 اشغال کردند، از جمله عراق، نیروهای متفقین شبانه اعلامیه‌هایی روی شهر پخش می‌کردند. دیگر ساعت هاست رفته، اکنون شاید خواب است. در قیامش اما باد بیدار در اطراف زمین می‌گردد، می‌رود تا سر کرد، می‌گردد تا وسط گردون. هوا بر درختی ز پا افتاد، که از توفش باد پروا نداشت. ستون خرد بود و خرگاه عشق، همه خلق دارند و آدم میخواد وجدانش آرام باشه، واسه یه کارایی بکنه که خودش شب که میخوابه بدونه که توی دنیا یه کاری کرده، یه کاری نیکی کرده. جوانی و بی‌باکی و پردلی، جوانی و بی‌باکی و پردلی، نشاید همین عرصه با دلی. من مرد گفته بود از بشریت تمام عشق، اقتدام حکمت و انسان، آینشی نوین به عرصه عرفان، از یک